میگویند روزی به کوروش بزرگ گفتند چرا از غنیمت‌های جنگی چیزی را برای خود بر نمی‌داری و همه را به مردم و سربازانت می‌بخشی؟ کوروش به سربازانش گفت اگر غنیمت‌های جنگی را نمی‌بخشیدم الان دارایی من چقدر بود؟ لشکریان کوروش هر کدام عددی را با معیار آن زمان گفتند. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو پادشاه شما کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز به میان مردم در شهر رفت و جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گردآوری شده را حساب کردند از آنچه تخمین زده بودند بسیار بیشتر بود. کوروش رو به لشکریان کرده و گفت ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه می داشتم همیشه باید نگران آنها می بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این میماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد. اگر سهمی برای خود بردارم دیگر شاه نخواهم بود بلکه ثروتمندی مانند دیگران میشوم. اما اگر غنایم را به مردم کشورمان و شما بدهم و در راه آبادانی و توسعه سرزمینم به کار گیرم شما و مردم ثروتمندتر میشوید و من در عوض شاه مردمی ثروتمند و وفادار خواهم بود.